به همگان درود. ما امروز از آخرین روز و ساعت‌های سوداگران و خریداران میگوییم، یا که از روزی پوشیده شوی روزانه تابستانی ترانسفری. آخرین روز ترانسفری در اروپا چی گپ شد؟ کانسلو و فیلیکس به بارسلونا رفتند، کولو موانی به PSG آمد، صلاح هیچ کجا نرفت و گپ و کارهای دیگر. در این نواریخش تنها از اساسی ترین ها میگوییم. بارسلونا ژائو کانسلو و ژائو فیلیکس را به اجاره گرفت و شمار پرتغالیان را در تیم خویش زیادتر نمود. هر دو اینها به یک موسم آمدند و البته بدون حق خریداری. با وجود این موقعه های مشکل داشته تا جای محکم کرده شدند، ولی در دسته خوی برای آنها باوری تام و دراز مدت کردن نشده است. کجپاترین نفری فینال جام جهانی قطری با نام رندل کولو موانی باشد. اخیرا خود را به تیم PSG رساند. بازاری و توالا هم باشد، پیراهن پاریژی را پوشید. اینتراخت 3 ماه دراز نرخش را جمعی 100 میلیون یورو نمود، ولی در روز اخیر ترانسفری اخیرا PSG دسته فرانکفورت را با پیشنهاد ارزشش 75 جمعی 15 میلیون یورو راضی کرد و فرانسوی چشم گرسنه هم به نزد قابچه های پر از پول خود را نزدیکتر نمود. اکنون در پاریژ سگانه پرقوت و عبارت از مباپه، دمبله و کولو موانی همه را دندان شکند خواهند کرد. درباره آمدن رایان گراونبرگ به لیورپول با نرخ 40 میلیون یورو و اجاره انسو فاتی به برایتون الکی پیشتر گفتیم. تنها همین را میتوان گفت که موتور ویران شده مسی نو ممکن در انگلیا تعمیر طلب باشد. چنکشک اساسی در جمع آوری جایزه ها در انگلیا که از پولداری هم تا بحث گفتن سیر است، در روز اخیر بازاری هم دست خالی نماند. منچستر سیتی نوبت ماتئوش نونیش پرتغالی را از وولورهمپتون با نرخ 53 میلیون پوند استرلینگ خریداری کرد و دسته پرقوت را باز هم نیروی علاوگی ضم نمود. منچستر یونایتد باشد در جواب به فعالی بازاری پپ یک باره 3 نفر شامل تیم کرد. اینها امرابط، رگیلان و بایندیر هستند. تنخاک دروازه‌بان اتیوپی یا خود تو بیارک برای انانا التای بایندیر را با نرخ 5 میلیون پوند استرلینگ از فنربخچه، دفاعگری سمت چپ سرخی رگیلان را که اجاره به یک موسم از تاتنهام و نیم حمایتگر تکیه‌گاهی سفیان امرابط را طریق اجاره ارزشش 10 میلیون یورو از فیورنتینا با حق خریداری 20 جمعی 5 میلیون یورو به اولد ترافورد آورد. باز منچستر یونایتد میسون گرین‌وود را با 3 شلاق جواب داد. گرین‌وود نزدیک بود به لاتزیو پیوندد، ولی آن هم نشد. اخیراً به خطافه رفت. کول پالمر باشد من سیتی جایزه دار را به چلسی کالخوز بازار عوض کرد و این سفر هم 40 میلیون یورو ارزش پیدا کرد. پالمر چون یک ستارگان اکادمی سیتی موسم را خوب آغاز کرد. در سوپر جام های انگلیا و اویفا گل زد، اما نزد پپ وقت بیشتری بازیکنی را دریافتن قین است. از این رو قرار کرد به چلسی گذرد، هرچند پوچتینو خود نمیداند با 10 بازیگران نو خویش چی کار کند. لیوناردو بانوچی پیرکی باشد به اونیون برلین رفت، در یوونتوس با همه قهری شد، به پول از دست رفت و اکنون در لیگ چمپیون ها بازی میکند. شرطنامه با برلینی ها باشد به یک موسم است. اکنون درباره چیزی که روی نداد میگوییم. صلاح به الاتحاد نرفت، هرچند آخری ماه آگوست دقت ها نسبت مسلمان اساسی پرمیر لیگ انگلیا از جانب سعودیان زیاد بود و پیشنهادها نسبت صلاح 100 و 150 میلیون پوند هم بودند. لیورپول این تابستان صلاح را نفروخت، ولی تا 7 سپتامبر سعودیان فرصت دارند، زیرا آنجا روزانه تابستانی ترانسفری محض در همین روز محکم می شود. گزارشی ژائو پالینیا با باواریا در آخرین فرصت ها عملی نشد. میونخنیا با این بازیگر شرطنامه 5 ساله درست کردند و ارزش گزارش با فولخم با نرخ 68 میلیون یورو هم درست کرده شد، اما تیم لندنی عوض کننده‌اش را نیافت و به گزارش راضیگی نداد. همچنین ویلسون ایزیدور هرچند که میخواست به متس گزارش کند، گزارشش عملی نشد و این
گزارش هم عملی نشده باقی ماند و او به لوکوموتیو برمیگردد. اینها بودند آخرین گزارش‌های تابستانی ترانسفری.